بیش از 2 هفته بود که دانش آموزان مدارس اسلامی ایالت اتارپرادش هند برای ادامه تحصیل باید دل از همکلاسی ها و مدارس خود میکندند و به مدارس دیگر کوچ میکردند. این وضع در پی ممنوع شدن فعالیت این مدارس با حکم دادگاه عالی ایالت اتارپرادش ایجاد شده بود. این دادگاه در 22 مارس 2024 اعلام کرد چون فعالیت مدارس اسلامی برخلاف روح قانون اساسی هند است باید متوقف شوند. نهادهای اسلامی و وکلای دانش آموزان مدارس اسلامی این ایالت پس از بارها اعتراض وقتی دیدند حرفشان در دادگاه عالی ایالتی خریداری ندارد به دادگاه عالی هند شکایت کردند. دادگاه عالی این کشور هم پس از بررسی ها حکم دادگاه ایالت اتارپرادش مبنی بر ممنوع بودن فعالیت مدارس اسلامی را متوقف کرد و خواستار بررسی و رسیدگی بیشتر به موضوع شد. देखिए अब आर्डर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था उसको स्टे कर दिया था دادگاه عالی اله‌آباد حکم داده بود که فعالیت مدارس اسلامی باید به سرعت ممنوع شود، اما حالا دیگر این حکم اجرا نمی شود و اوضاع به روال پیش از 22 مارس باز می گردد. قضات دادگاه عالی هند مبنای تصمیم دادگاه ایالتی در منع فعالیت مدارس اسلامی را تفسیر اشتباه از مفاد قانون آموزش و مدرسه توصیف کردند و خواستار اصلاح این رویکرد شدند. ما از تصمیم دادگاه عالی کشور استقبال می‌کنیم. دانش آموزان و خانواده‌هایشان اکنون از اینکه می‌توانند تحصیلشان را در مدارس اسلامی ادامه دهند خوشحال هستند. طبق قانون اساسی هند، اقلیت‌ها می‌توانند مؤسسات آموزشی خاص خود را تشکیل دهند. حالا با حکم دادگاه عالی هند بیش از 1,700,000 دانش آموز مدارس اسلامی ایالت اتارپرادش با خیال راحت تر در مدارس دلخواهشان درس می‌خوانند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.